من باز میکنم. نه تو بشین، بلند نشو، من باز میکنم. قسمت نشد یه لقمه از گلوم بره پایین. من نمیدونم چی کار باید بکنم. همه چی در هم بر هم شده. میدونی اونا میخوان که ما دوباره جشن بگیریم. والا موندم بهشون چی بگم. لاله گوش کن، بچه تو اولویته. یادت نره تو باید آروم و خون سرد باشی، باشه؟ و اینم بدون که من همیشه پیشتم. فهمیدی چی خیلی گفتم؟ ممنون ازت، تو خیلی خوبی. اونور. سلام مامان جون. مزاحمتون که نیستم نه؟ این چه حرفیه؟ لاله چطوره؟ خدا رو شکر اونم خوبه. میدونی عزیزم دوست دوران کودکیش اومده، دکتر اونور. تو باغچه نشستن. مادر زنت خیلی دوستت داره. برک درست کردم. آی تو برو پیششون، منم برات یه چایی میارم. آی برو دیگه، برو خونه خودت، راحت باش. خیر باشه. نفهمیدم. مشکلی پیش اومده که سر و کلت این طرفا پیدا شده؟ مشکلی پیش نیومده. لاله دوست منه. اینجا آمدنم کاملا نرماله. من اینجا دعوتش کردم اونو. واقعا؟ خوبه والا. دکترت حالا اینجا میاد. بیچاره حتما حس انسان دوستیش گل کرده. میخواد اینجا هم کمکت کنه. ببین همینطور که قبلا هم بهت گفتم، لاله دوست منه. من هر جا که بخوام میبینمش و کمکش میکنم. البته تا زمانی که خود لاله بخواد. شما غلط زیادی میکنی. اونور